دولت اندونزی با اجرای رویکرد راهبردی استقرار شبکه‌های پاکسازی آبراه‌های حیاتی، ورود زباله‌های پلاستیکی به اقیانوس هند رو تا 70% کاهش میده. با اجرای همزمان عملیات پاکسازی مستمر 6 رودخانه بزرگ در جزایر جاوه و بالی تا پایان سال جاری میلادی، ورود حجم زباله‌های پلاستیکی به آب‌های اقیانوس هند 70% کاهش پیدا می‌کنه. ساخت و تجهیز 5 مجتمع بازیافت تا اواخر سال جاری میلادی بر اساس برنامه جامع اقدام ملی مدیریت زباله‌های دریایی به گفته کارشناسان روند بازیافت ضایعات پلاستیکی رو در اندونزی افزایش میده. بهره برداری از 5 کارخانه بزرگ بازیافت تا اواخر امسال ضمن ایجاد فرصت‌های تازه اقتصادی و تبدیل حجم زیادی از ضایعات پلاستیکی به محصولات جدید طبق برنامه موجب کاهش حجم گسترده‌ای از آلودگی‌های دریایی خواهد شد. پدیده تجاری سازی کالاهای صنعتی البته از سوی دیگر موجب افزایش تولید و مصرف محصولات پلاستیکی در این کشور شده، به طوری که اندونزی بعد از چین دومین تولید کننده زباله‌های پلاستیکی در جهانه. زباله‌زدایی رودخانه‌ها، بازیافت ضایعات پلاستیکی و جایگزینی پاکت‌های تجدیدپذیر 3 محور اصلی برنامه جامع اقدام ملی اندونزی برای مدیریت زباله‌های دریاییه. این در حالیه که ظرف 4 سال اخیر اندونزی با اختصاص 90% بودجه مدیریت شهری برای جمع‌آوری پسماندهای بازیافتی موفق شده از سرازیر شدن 200,000 تن زباله پلاستیکی به دریا جلوگیری کنه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.